آمدی جانم به قربانت. نوشته بابک صفوت. راوی مسیحا بینایی فر. گویندگان بانو چکاوک، مهدی آذرپاد و بابک صفوت. اواخر زمان شاه شهید بود و میرزا ابوترابخان نوری ملقب به نظم الدوله سفارش اکید کرده بود که قراولان و گزمه ها شبها در حفظ امنیت شهر تهران بکوشند. در داستان ما همه چیز از یه شب کذایی شروع شد. شبی که فردوس رفت خونه هم پالکی ها و هم مکتب های سابقش و اونا اون شب چی کردن؟ معلوم نشد که نشد. داستان اون شب اونا مثل مبحث می در ادبیات پارسی میمونه. آخرش هم معلوم نمیشه این می الهی است یا زمینی. سرمستی اونا هم معلوم نشد آخر که آیا واقعاً از باده الهی بوده یا یه چیز دیگه. اما هرچی بود، نیمه های شب فردوس و رفیقش جلال مست و لایعقل و پاتیل تو کوچه ها آواز کوچه باقی میخوندن و به قول حافظ پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست افتان و خیزان میخرامیدن و چنین میسرودن که باز رسیدیم ز میخانه مست، باز رهیدیم ز بالا و پست. جمله مستان خوش و رقصان شدند، دست زنید ای صنمان، دست دست. ماهرخ بانو هم که از بزرگان و اشرافزادگان ایل قاجار بود و دلبسته فردوس، تمام شب رو نگران از پشت پنجره به بیرون نگاه می‌کرد تا شاید از فردوس خبری بشه و هرچی هم جارچیا و شبگردا آواز می‌دادند که آسوده بخوابید، شهر در امن و امان است، تا وقتی که فردوس رو با چشمای خودش نمیدید که سر و مر و گنده است، خوابش نمی‌برد و تمام شب زیر لب زمزمه می کرد که تو را من چشم در راهم شبا هنگام. از دیگر سو فردوس دست در گردن جلال افتان و خیزان چون کشتی بیلنگر کژ می شد و مژ می شد و در همون حالم ذوق شاعرانش زده بود بالا و رو به جلال می گفت من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. 100 بار تو را گفتم کم خور 2-3 پیمانه. در همین حین 2 مأمور داروغه از دور نمایان شدند. جلالم یهویی با دیدن اونا شد رفیق نیمه راه و فوراً زد به چاک جده و بیچاره فردوس رو گوشه پیاده رو ول کرد و تنها گذاشت. فردوس هم که مسیر رفتن اون رو با چشمای بهت زده مینگریست، زیر لب گفت ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه میپنداشتیم. گزمه ها با مشاهده فردوس در نیمه های شب به وی مظنون شدند و رفتن بالا سرش و یکی از گزمه ها از او خواست تا ها کنه تا ببینه مست یا هوشیار. حالا ادامه داستان رو از زبان مولانا بشنوید. گفتم ها کن، هو میکنی. گفت من شاد و تو از غم منحنی، آه از درد و غم و بیدادی است. هوی و هوی میخوران از شادی است. گزمه گفت به گمانم باید دست و پای تو رو بس و به زور برای اجرای احکام پیش فقیه شهر بود. فردوس هم دست و پای خودش رو جمع کرد و گفت برو ای فقیه دانا، به خدای بخش ما را. تو و زهد و پارسایی، من و عاشقی و مستی. پس از این گفتگوهای شاعرانه گزمه کلافه به او گفت دیگر برای من از این داستانها نتراش. باید با من بیایی بریم اداره خفیه.
گفت رو تو از کجا من از کجا. مستی خیز تا زندان بیا. فردوس هم پوزخندی زد و پاسخ داد: گر مرا خود قوت رفتن بودی، خانه خود رفتمی وین کی شدی. گزمه گفت: شرم نمی کنی چنین دامان خود را آلوده کرده ای؟ فردوس هم بلا فاصله پاسخ داد: گر می مخوری طعنه مزن مستان را، بنیاد مکن تو حیله و دستان را. راستش را بگو، چند نفر بودید؟ چه خوردید؟ چنگ و نی و آلات موسیقی هم داشتید؟ فردوس گفت: حاجت نبود مستی ما را به شراب، یا مجلس ما را طرب از چنگ و رباب. بی ساقی و بی شاهد و بی مطرب و نی، شوریده و مستیم چو مستان خراب. گزمه در حال بویدن دهان و تجسس از او بود که فردوس آه بلندی کشید و به آسمان نگریست. گزمه هم با استناد به این شعر مولانا گفت: دوش چه خورده ای دلا، راست بگو نهان مکن. دوش چه خورده ای دلا، راست بگو نهان مکن. چون خموشان بیگنه روی بر آسمان نکن. باده خاص خورده ای، نقل خلاص خورده ای، بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن. فردوس گفت: خربزه مال قدیم الایام بود، حالا از چای خشک استفاده میکنن. گزمه گفت: آنی که در شهر می حرام است. فردوس هم پاسخ داد: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به ز مال اوقاف است. آهان، پس تو چندان مست نیستی. من مست می عشقم هوشیار نخواهم شد، و از خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد. در این میان ناگهان سر و کله ماهرخ بانو از دور پیدا شد که دوان دوان به سوی آنها می آمد و بعدها دریافتیم که جلال اون رو خبر کرده بود. ما هم بی خودی در طول داستان گناه اون بیچاره رو شستیم و گفتیم رفیق نیمه راه بود. ماهرخ بانو با دیدن اوضاع احوال دریافت که هوا پسه. پس از جلال خواست که زودتر از اونجا دور بشه تا خودش مشکل رو حل کنه. ماهرخ گزمه بزرگتر رو به سوی خواند و گفتگوی کوتاه بین اونا صورت گرفت و اگه برای بدنام کردن ماموران شریف و وظیفه شناس اسمش رو رشوه نذاریم، یه تحفه ناقابل برای قدردانی از زحمات اونا که تا این موقع شب حافظ امنیت و آسایش مردم بودن بهشون داد. بعد گزمه بزرگتر به گزمه دیگه گفت: ولش کن مردک را، واقعا مست شراب الهی است. این همشیره به گمانم زوجش است و از او مراقبت میکنه. و سپس شادمان به راه خود رفتند. دقایقی بعد فردوس با دیدن چهره ماهرخ گفت: آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی وفا، حالا که من افتاده ام از پا چرا؟ ماهرخ بانو هم که خودش آخر شعر و ادبیات بود در جوابش گفت: به سر کوی تو تا صبح به زاری تا کی، از پیت زار و دوان مویه و زاری تا کی. فردوس هم پاسخ داد: چون درد تو داریم و دوا پیش تو باشد، هر جا که تو باشی دل ما پیش تو باشد. ماهرخ بانو هم با دلخوری ادامه داد: ای کاش این عاشق پیشه خسته دل می دانست
که تمام شب را به اضطرار چشم به پیچ و کوچه دوختم. یک روز می آیی که من دیگر دوچارت نیستم. از صبر ویرانم ولی چشم انتظارت نیستم. فردوس که چهره اخمالود او را دید به وی گفت: به زندان قاضی گرفتار به، که در خانه دیدن به ابرو گره. ماهرخ بانو گفت: تو را من همسرم در هم نشینی، به چشم زیر دستانم چه بینی؟ فردوس هم برای اینکه دل ماهرخ بانو رو به دست بیاره، عشق و ارادت خودشو به او چون عشق مجنون به لیلی مثال آورد و گفت: این کیست این؟ این کیست این؟ در حلقه ناگه آمده. این نور اللهیست این، از پیش الله آمده. لیلی زیبا را نگر، خوش طالب مجنون شده. وان کهربای روح بین، در جذب هر کاه آمده. ماهرخ بانو هم که اصلاً و ابداً کم نمی آورد جواب داد: من از آن حسن روز افسون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. فردوس باز ادامه داد: ای خوب تر از لیلی، بیم است که چون مجنون عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم. ماهرخ بانو که گمان و شکی در دل داشت به او گفت: دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، کی التفات کند بر بتان یغمایی؟ فردوس هم برای اثبات عشق خود و رفع هر گونه شبهه‌ای به او گفت: باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور، با خاک کوی دوست برابر نمی کنم. ماهرخ بانو گفت: ظاهراً که عهد مودت با دوستان و جام و شراب دیگر مجالی برای عشق ماهرخ بانو در شما باقی نگذاشته است و بر این باورید که اوقات خوشان بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام می، کی ز سرم برون شود یک نفس آرزوی تو. ماهرخ بانو با این سخن مشاعره آن شب را به پایان برد و ختم کرد که گر مراد خویش خواهی ترک وصل ما بگوی، ور مرا خواهی رها کن اختیار خویش را. فردوس هم که با خود و خدای خود عهد کرد که دیگه هیچ کاری نکنه که موجب پریشانی دلدار زیبارویش بشود، گفت: در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. با این شعر دیگه ماهرخ بانو کم آورد و لبخند رضایت بر روی لبانش نقش بست. خدا رو شکر داستان هم عاقبت به خیری داشت و کار نه به نظمیه کشید نه شورای داوری و حل اختلاف. فقط آخرش نفهمیدیم این مستی از باده الهی بود یا همون عرق سگی خودمون. اما هرچی که بود، به قول مولانا، باده نی در هر سری شر می کند، آنچنان را آنچنان تر می کند.